یه مردی که بی سر و صدا کاراشو پیش میبره همون مردی که نباید باش در بیفتی. اون خیانت ها، لبخند های الکی و وعده پوچ رو دیده، واسه همینه که دایره دوست داشت کوچیکه، چون هر کس لیاقت اینو نداره که بهش نزدیک شه. دنبال جلب توجه نیست و وقتشو با ثابت کردن خودش تلف نمیکنه. بقیه در حالی که از نقشه هاشون پوز میدن، اون کاراشو بی سر و صدا انجام میده. قدرتش داد و بیداد نیست، حس میشه. اجازه نمیده احساساتش رو قضاوتش تاثیر بذاره. خوب نگاه میکنه، حساب کتاب میکنه، دقیقا میدونه کی واقعی و کی داره ادا در میاره. وقتی کسی از خط قرمزش رد بشه بحث نمیکنه. خیلی ساده از زندگیش حذفش میکنه. وفاداری خیلی کمه و اون از هر چیزی بیشتر واسش ارزش قائله. اگه راهت داد جا تو به دست آوردی، اگه ولت کرد دیگه برگشتی نیست. خیانت چیزی نیست که ببخشه، چیزی که هیچ وقت فراموش نمیکنه.